سه چیز خیلی بهش توجه بکنید. یک، خوب سلام کردن. اونایی که مارکتینگ خوندن، بازاریابی، میگن سه چیز، به زبان ساده سه چیز، کل مارکتینگ رو سه چیز میچرخه. بازاریابی، یکی گود سلام، زیبا سلام کردن. با یک سلام تو میتونید یک تحول ایجاد بکنید. این سلام کردن رو درست سلام بکنید. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی به کسی سلام میکرد، وقتی میخواست روبروش بشه، دستشو دراز میکرد، دستش تا ته، تا این پنجه دستش میداد و نگاه تو چشمش میکرد، نه اینکه با سر انگشتش روش به طرفی باشه. گود سلام، با تمام وجودش سلام میکرد و میگفت السلام علیکم، نگاه تو چشمش، مسیر دیگه نگاه نمیکرد، دستش هم تا ته فشرده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامتی و امنیت بر تو باد، من دست دارم میدم، و رحمت خدا بر تو باد و برکت خدا سرازیر زندگیت باد. این معنی سلامه. اینم دست من، اینم نگاهم تو چشمت. همین سلام رو درست سلام بکنیم. گود سلام، گود اسمایل، یعنی گود لبخند زدن. پیامبر میگه لبخند زیبا صدقه است. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. و هم دیگه صدقه بدیم. خدا لبخند تو لب گذاشته که اخم بکنیم، به هم دیگه صدقه بدیم، لبخند بزنیم. پس خوب سلام کردن، خوب لبخند زدن و گود بای، خوب خداحافظی کردن. وقتی هم خداحافظی میکنید درست خداحافظی بکن. یک خداحافظی تا آخر عمر تو نگاه مقابلت میمونه، ولی یک بی احترامی، بی رغبتی هنگام خداحافظی شاید چه تا آخر عمر اونم روش گیر بده.